اولا السلام علیکم. همه شما را از نام اهل خاندان خوش آمدید میگویم. نوری دیده تاج شهر. یک دو حرف با زبان روسی میگویم. در اینجا مهمان آمدگیان، برای آنها زبان ما کمتر بیگانه است. از همین سبب مجبورم. Добро пожаловать, добрый вечер. Всех приветствую, мир вашему дому. Спасибо огромное, что вы сегодня с нами здесь, разделяете нашу радость. Я в восторге, наша семья в восторге. Хочу очень от души, от сердца отметить гостей, которые сегодня находятся здесь. Зафар Рахматович, Москва, Артур, Москва, Сева Тарасян из Армении, гости из Куляба, гости из Пангаза. Все вы от души радуйте наше сердце. Спасибо огромное вам. Прошу меня, нашу семью простить, что сегодня мы не смогли разместить всех здесь. Поэтому заранее прошу прощения. Акум бачам гушки. Баргаштам мана сафар, як нафас суям нигар. Мау ту джони джигар, хуш бош, джони падар. یادت است کوچک و نادان بودی، اینقدر شوخ و پریشان بودی، با یک نگاه اینقدر زیبا شده ای، اینقدر رعنا شده ای. برگشتم من از سفر، یک نفس سویم نگر. ما و تو جان جگر، خوش باش جان پدر، خوش باش جان دختر، خوشبخت باش جان دختر. دوستان عزیز، در قلب خود یک سنگ وزمین دارم که در همین شاهدا همینجا بودن گفتنی هستم. شیرین داداش، پدرها هر خیل میشدند، کوچک بزرگ زیبا، نه اونقدر دانا، نه اونقدر مهربان، نه اونقدر. من نمیدانم که در سیمای من تو چی خیل پدر رو میبینی، لیکن من یک چیز رو گفتنیم. مرا ببخش که وقتی که قدم های اولین کردیم من ندیدم، سخن های اولین گفته ای تو رو نشنیدم. وقتی که به اطراف نگاه میکردی رو پدر رو میگفتی من نبودم، من دوری ها بودم، لیکن تو را فراموش نمیکردم، یاد تو رو میکردم. میدانی که من تو را یاد میکردم و همه وقت دوست میداشتم. جان پدر، شیرینی پدر، خوشبخت باش. آن زیبا گل، آن زیبا گلی که در پهلوی تو است، آن گلی که در پهلوی تو است، آن دختره که من که خدا به من بخشیده است، احتیاج کنه دوستش دار. خیلی درباره پدر و مادرم فراموش نکن. زیرا خداوند امر کند تو هم پدر میشوی. اما یک خواهش دارم، خطاگی پدرت رو راه نده. اگر از گناه من گذشتگی باشی، یک دعوه کرده پدرت رو آغوش میکردی، من خوش شدم. بهترین پدر، بهترین پسر، با چنین سخنهای والاترین، آفرین، افضل، قندرین. انا این است مهر پدر، انا این است مهر فرزند. لحظه خداوند زندگی ما را وادار می‌سازد که چنین مهر و محبت را همگان احساس کرده باشیم. آخر این زندگی است که پدران ما کمی از ما دورتر می‌روند، لیکن لحظه‌ای که آنها توی پیام‌مند دارند، من این مهر و محبت بر ما بازگشت می‌کند. بگذار عزیزان دلی دیده دائما تأثیر و سربلند باشید. برای صمیمیت، برای مهربانی، برای چنین یک